خیلی از مردم تو جنگ من گفتم پس این پلاسما چی شد؟ آقا مگه قراره یه زنبوری اومد نیشت زد تو از مگسکش برقی استفاده کنی برای اون؟ اصلا دلیلی نداره ما الان استفاده کنیم. ما گذاشتیم اربابش اگه اومد اونم در زمان لزوم از سلاح پلاسماییمون هم استفاده کنیم. کما اینکه سوخت موشک سجیل سوخت پلاسمایی است. من الان اینجا به مردم اعلام بکنم سلاح پلاسمایی هم داریم. الان در فاز دفاعی ازش استفاده میکنیم. زمانی که لازم بشه حتما در باب تهاجم ازش استفاده خواهیم کرد. همونطور که صهیونیست‌ها اتاق جنگ علوم غریبه دارن ما هم اتاق‌های جنگ علوم غریبه داریم در کشور. ما موشک‌های از 15 تا 25 سال پیشمون رو امتحان کردیم. ما بالای 200,000 موشک بالستیک داریم. بالای 600,000 موشک داریم. مسئولین نظامی ما مصاحبه نمی‌کنن چون نیروی رسمی هستند. بقیه هم دل و جیگرشو ندارن، ولی من اینجا شفاف و رسما اعلام بکنم